تت و میانک. آی محبوبه مکران بر فراز کجاوه عشق نشسته، با گیسوان افشان در باد سلانه سلانه می رود. و به گفته استاد یکی از مهمترین ویژگی های این ملودی زیبا نوع کوک نامتعارف آن است که برای نواختنش سیمهای سروز هر کدام به گونه‌ای کوک می شود. کاری بس دشوار و ناشدنی که تنها با سرپنجه جادویی و دل قوقایی پهلوان میرگند پدر بزرگ مادری استاد رسول بخش زنگشاهی خلق و با سرانگشتان معجزه‌گر و حس عاشقانه استاد بست و گسترش یافته و با پنجه‌های نوازشگر و خلاق پهلوان پهلوانان یل عشق نواز بلوچستان استاد رسول بخش زنگشاهی نواخته می شود. لیکوی زاهدانی بم پشتی سوران، قطره قطره اندوه در جان و جهان من فرو می ریزد. محبوبم اندوه فراق تو مرا کشت، من دلم سخت گرفته از دوری نازدانه بلوچستان. پهلوان رسول بخش تو را می نشاند بر بال پرده های خیال و خاطره سروز و می برد با خود به دنیایی که غم‌آواهای دردناک و عاشقانه است در فراق دوست و هجران عزیزان جان. این قطعه در دستگاه سیم یا زهیرک اجرا می شود که معادل آن در موسیقی هندی سارنگ می باشد. این آهنگ را لیکو می گویند و معروف به لیکوی زاهدان است و به آن لیکوی بمپشت و لیکوی سیب سوران منطقه‌ای در سراوان نیز می گویند. در منطقه بمپشت خیلی علاقه‌مندان به این نوع موسیقی و ملودی را طایفه‌ای به نام درازهی تشکیل می دهد که بعضاً این نوع از لیکو و زهیرک را لیکوی درازهی هم می گویند.